ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عضو یکچین دسته منتخب جمهوری تاجیکستان دستپرور مؤسسه دولتی مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای گوشتین غالب مسابقه تاسکولاه بزرگ باکو 2022 باکو گرندسلام 2022 تیمور رحیمов و مولا رجب خلیفاєв دستپرور مکتب مخصوص ورزشی ذخیره‌های المپی رقم 6 اوید به نمودهای گوشتین شهر دوشنبه جایزه‌داری مدال نخره مسابقه مذکور را به حضور پذیرفتند. رئیس شهر دوشنبه ورزشکاران را برای نایل گردیدن به مدال‌های طلا و نقره در مسابقه تاسکولاه بزرگ باکو 2022 باکو گرندسلام 2022 و پرافشان گردیدن پرچم تاجیکستان تهنیت گفتند. همچون نشان قدردانی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه با تیمور رحیمов کلید خانه دو حجرگی با تمام شرایط روزگار در پایتخت و با مولا رجب خلیفاєв 100,000 سومانی تقدیم نمودند. خاطررسان می‌نماییم که روزهای 4 تا 6 نوامبر سال روان در شهر باکوی آذربایجان مسابقه تاسکولاه بزرگ باکو 2022 باکو گرندسلام 2022 اوید به گوشتین جودو برگزار گردید که در آن ورزشکاران زیاده از 60 دولت جهان اشتراک نمودند. در این مسابقه با نفوذ سطح عالی ورزشکاران تاجیک تیمور رحیمов مدال طلا و مولا رجب خلیفاєв مدال نقره را صاحب گردیدند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با ورزشکاران برای تقویت بخشیدن آمادگی به مسابقه های آینده دستور داده با آنها برای مظفریت تمنا کردند. همچنین تاکید نمودند که جوانان با ننگ و ناموس معرفگر و نامبردار وطن خویش محسوب یافته همیشه زیر توجه و غمخواری های پیوسته پیشوای معظم ملت قرار می گیرند.